برادر اسماعیل مرحمت. السلام علیکم رحمت الله و برکاته برادر عزیز. علیکم سلام السلام با کوری شنوندگان برنامه غربت. بخشش که صدای من کمتر پس بود، انشالله که خوب باشد حضور. بله خوب است. احوال شما؟ خدا را شکر برادر عزیز، سلامت باشه. واقعا همو مینداری خود را به همه شما برادرایی که در این راه حق در روی ظالم میگین، مینداری خود را بیان میکنیم. رحمت به همون پدر و مادری که یعنی شما را خوب تربیت کردن. باید اساسا همه جوان مردای تاجیکستان مبارز باشند، باید در صف شما باشند تا زمانی را که ما 50% مردم تاجیکستان اگر ما مبارز نمیشیم، ما هیچگاه یعنی که موفق نمیشیم در بالای سر ظالمان. درست. باید که یعنی که هر مرد کوشش کنه که خودش تربیت کند. اگر نظر ما با دیگر دولت ها کنیم، البته مردم با جرأت است، مردم یعنی که تربیت سیاسی دارن، فرهنگ سیاسیشون بلند است، به همین خاطر ای حق حقوقشون چگونه طلب کردن یعنی خوب میدونن. معلوم است که یعنی که در تاجیکستان جوانان را ما نمیتونیم در تاجیکستان خوب تربیت کنیم، یعنی که بر روحیه وطن دوستی، یعنی که به خاطر یعنی که دستگیری کردن یک دیگر، این چیز عموما در تاجیکستان خیلی کم نظر میرسد. این هم یعنی که سرچشمه از همونجا یعنی که سر می شود. باید که در تاجیکستان یعنی که در درس‌های حقوق گذاشته شود. اکثر شاید که 80% مردم تاجیک کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را نمیدونن. حقیقت یعنی که بخشش برادر در پیش گپ من مطمئن هستم که 99% نمیدونن. اینم درسته برادر. خیلی بهای خوب دادی 80%. اگر واقعا 20% مردم تاجیکستان کنستیتوسیای تاجیکستان را بدونن، ولی بر وقت کاری ما انجام رسیده بود. بله برادر عزیز. اصلا باید که مردم حق و حقوقش برای خودش نشان بده. جوانان را باید که نشان بدیم که چی نمود حق و حقوق داریم در، یعنی که هر شخص حق و حقوقش داره. طبق بندهای کنستیتوسیا که از 10 باب و 100 ماده عبارت است، قریب همه بابها به منفعت مردم گفته شده است. یعنی که تقدیر ملت برای همین کاغذها نوشته شده. امروز الکی معلومه که چند مراتبه ها تجاوز کرده به کنستیتوسیا، متاسفانه از خاموشی همه مردم وابستگی بود. درست. این اگر مسئله مهاجرت بگیریم، شهروندای عزیز، من مراجعت میکنم به شما که حق ما و شما مهاجرت نیست. این مهاجرت یعنی موقتی باید میبود. همون 10 سال 5 سال اولی که مثلا رحمان و سر قدرت اومد، همون 5-10 سال یعنی کفایت کننده بود. حالا که 32 سال ایبان گذشته، حالی ما خود منافره میکنیم که ما دولت جوان هستیم، ما باید یعنی شکر کنیم، خاموش بستیم، صبر کنیم. یعنی که از مسیر انسانیت گذشتن است. بله.